در واقع اتفاقی که میافتد این است که فرد دین باور بیش از اینکه در جهان شناخت مفهومی زندگی کند، در جهان شناخت عاطفی زندگی می‌کند. معناش این نیستش که دین با شناخت مفهومی، با منطق، با علم سر ناسازگاری دارد. نه، معناش این هستش که در دین تصویری که از جهان داده می‌شود، تصویری است که عمدتاً از این مجرا برای ما حاصل می‌شود. شما ببینید زبان دین زبان داستان است، زبان تمثیل است، زبان قصص است، قصه‌گویی است. چرا؟ در قصه شما نمی‌خواید صرفاً یه واقعیتی رو توصیف کنید مثل کتاب علمی. در قصه شما مایلید که تجربه، حسی، عاطفی، نحوه زیستی رو در طرف مقابل خودتون برانگیزید. بنابراین فرد دین باور عمدتاً خودش رو در این جهان عاطفی می‌بیند. در جهان عاطفی که یک صحنه نمایش عظیم است. یک طرف انسان‌های خوبن، یک طرف انسان‌های بدن. تقدیری در اینجاست. یعنی نمایشنامه‌نویسی در اینجا وجود داره که صحنه‌گردانی می‌کند. افراد واجد رسالت‌های مقدس کیهانی هستند و امثال اینها. صحنه امور رازآلود است، صحنه امور رمزی است، نه جهان کاملا صاف و شفاف و آشکاری که شما برای مثال در جهان علمی می‌بینید. و در این جهان عاطفی که از طریق این نوع شناخت‌های غیر مفهومی حاصل می‌شود، البته تخیل نقش خیلی مهمی ایفا می‌کند. در اینجا زبان نمادین جهان عرض کنم که عاطفی توصیف و خبر دادن نیست، آفریدن یک جهان است. یعنی زبان در اینجا تلاش می‌کند که با بکارگیری تار و پود عاطفی ما موسیقی رو بنوازد که در واقع جهانی می‌شود که ما رو در دل خود در بر می‌گیرد. زبان علمی نقشش کشف جهان است، ولی زبان دینی عمدتاً آفرینش یک جهان است. جهانی رو می‌آفریند تا ما در دل او زندگی کنیم. ببینید برای مثال در جهان جدید امروزه کسانی که برای مثال قرآن رو می‌خوانند در خیلی مواقع به قرآن به مثابه یک کتاب علمی یا فلسفی نگاه می‌کنند، انگار که مثلا قرآن قرار است که گزارش تاریخی از پیدایش جهان، از نقش آدم‌ها و امثال اینها به دست بده. در صورتی که شما قرآن رو وقتی که می‌خوانید در ابتدا هم همینطور بوده است. قرآن متن اخباری نیست، متن برانگیزاننده است. قرآن جهانی می‌آفریند که شما باید در او زیست بکنید تا با اون جهان بتوانید تا با حقیقتی یا تجربه‌ای که در اون جهان است ارتباط برقرار کنید. بنابراین کتابی برای خواندن نیست مثل کتاب علمی یا فلسفی، جهانی برای زیستن است. و اینا کاملاً دو تا رویکرد مختلف به متن مقدس به شما می‌دهند. این می‌مونه که شما یه روانشناسی رو در نظر بگیرید که بیمار بهش مراجعه می‌کنه. کار این روانشناس اینه که این بیمار رو موضوع مطالعه قرار میده، از فاصله تحلیل میکنه، ساختار شخصیتیش رو، وضعش رو میگیره، قدش رو میگیره، فشار خونش رو میگیره، ضربان قلبش رو میگیره، بعدم یک نسخه تجویز میکنه، توصیه میکنه و تمام میشه میره. توجه میکنید در اینجا رابطه این پزشک با بیمارش رابطه از جنس مفهومی، یعنی پزشک مفاهیمی در اختیار داره، میخواد ببینه که این بیمار در دل کدام این مفاهیم بهتر میگنجه تا بتونه توصیف دقیق‌تری از وضعیت این بیمار به دست بیاره. اما این بیمار وقتی که برمیگرده به نزد محبوب خودش، محبوب و عاشق او به چشم دیگری نگاه میکنه. کارو این نیستش که تجزیه بکنه، وضعش رو بگیره، قدش رو بگیره، نه، ارتباطی که او با محبوب خودش برقرار میکنه از جنس دیگری است. این افراد از طریق شبکه عاطفی مشترکی که با یکدیگر برقرار میکنن جهان ویژه خودشون رو میسازن و در اون جهان زندگی میکنن. و کسی که در اون تجربه‌های عاطفی شریک نباشد نمیتواند جهانی رو که این دو فرد در او مشترکاً آفریدن و زیست میکنن تجربه بکنه. در واقع کتاب‌های مقدس و دین در واقع کاری که میکند این است که شبکه‌های از روابط عاطفی میان من با خودم، میان من با دیگری و میان من با جهان برقرار میکند و در این جهان عاطفی است که در واقع تجربه‌های امر مقدس، ارتباط ما با خداوند، زندگی دینی و غیره معنا پیدا میکنه.